13 دکبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت مملکت بینای نو و زمانوی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه را که با طرح و شکل زیبا بنیاد گردیده است، مورد بهره برداری قرار دادند. سروری دولت با شرایط و امکانات بینای نو شناس شده به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. اطلاع داده شد که ساختمان انشاءات ماه ایول سال گذشته آغاز گردیده. کارهای ساختمانی قبل از همه با در نظر داشت طلبات صحوی با جلب 200 نفر ساختمانچی انجام داده شده است. نمای بیرونی انشاءات نو با طرح و شکل معاصر و زمانوی بنیاد و رنگ و آرا یافته. بینای اساسی از 50 شانه با تخانه، اینچنین دو بینای علایده دیگری با هم پیوست در مساحت بیش از 8600 متر مربع عبارت است. بینای دوم از 3 آشانه با تخانه و بینای سوم از 2 آشانه با در نظر داشت توقفگاه برای نقلیات خدمتی بنیاد گردیده است. در بینای نوی مؤسسه 6 استودیوی مجهز و برهوا که برای ثبت برنامه‌های گوناگون تلویزیونی، آراستن مصاحبه و دایر نمودن پخش‌های مستقیم پیش بینی گردیدند بنیاد یافته است. از جمله استودیوهای علایده برای برنامه‌های اطلاعاتی تحلیلی و برنامه صبح بخیر تاجیکستان تشکیل گردیده، آرایش صحنه با دید و نگاه تازه و مطابق با برنامه‌ها انجام داده شده است. علل خصوص برای پخش مستقیم برنامه اطلاعاتی تحلیلی نوید که روزه 6 نشر با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به افیر می‌براید، امکانات ضروری فراهم گردیده است. همزمان در استودیوهای مذکور تجهیزات نو و زمانوی نواربرداری، دستگاه‌های مرکزی اداره‌کنی جریان ثبت نوار و آواز خریداری و وصل شده است. در این برابر دیگر برنامه‌های تلویزیونی نیز من بعد در استودیوهای برهوا و مجهز ثبت و پیشنهاد تماشابینان کرده می‌شود. همچنین در صحن بینایی مؤسسه برای ثبت موسمی برنامه‌ها میدانی مخصوص بنیاد کرده شده است. ضمن بازدید اطلاع داده شد که ظرفیت دیگر بینای نو در آن است که در اینجا استودیوی علایده ویرتوالی بنیاد و با دستگاه‌های معاصر مجهز گردانیده شده است. کامراهای این استودیو به طور فاصله‌ای اداره گردیده، تکنولوژی نو امکانیت می‌دهد که موافق طلبات برنامه در رجای واقعی وقت صحنه و آرایش آن عوض کرده شود. دستگاه‌های استودیوی ویرتوالی که باری نخست از در مملکت استفاده می‌گردد، از شرکت‌های معروف آمریکایی خریداری و نصب گردیده. برای تهیه برنامه‌های جالب و موافق به طلبات تماشابین امروز مساعدت خواهد کرد. این شیوه کاربری در معروف‌ترین شبکه‌های تلویزیونی وسیع استفاده می‌گردد. در این برابر مؤسسه برای ثبت نمره‌های کنسرتی و معرفی هنر و استعدادی صنعتکاران استودیوی علایده برهوا با تمام امکانات از قبیل دستگاه‌های معاصر ثبت، دستگاه‌های روشنیده‌ای و صحنه‌های زیبا و منقش دارد. باید قید نمود که اکثر دستگاه‌های ثبت برنامه‌های استودیویی، تجهیزات روشنیده‌ای آنها و دیگر واسطه‌های تکنیکی که برای تهیه و آماده‌کنی برنامه‌ها لازم است از شرکت‌های معروف دنیا خریداری گردیدند. بنیاد بینای نو امکانیت فراهم آورد که برای هر برنامه در علایدگی با دید و نگاه تازه صحنه و مکان ثبت آماده کرده شود. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که در برابر استودیوهای زمانوی و برهوا و دستگاه‌های پراقتدار صحوی در انشاءات نو همچنین شرایط مساعد با بنیاد گردیدن حجره‌های کاری فراهم آورده شده است. در مجموع بینای نو دارای 63 حجره برهوای کاری بوده، در آنها برای فعالیت روزنامه‌نگاران، محرران، تنظیمگران و هیئت تکنیکی شرایط ضروری فراهم است. تمام حجره‌های کاری با دستگاه‌های ضروری مجهز بوده، همچنین بخش بند و بست و تنظیم برنامه‌های مؤسسه با کامپیوترهای پراقتدار تامین گردیدند. هر یک اداره در علایدگی دارای تنظیمگاه و حجره ثبت آواز بوده، داخل آنها برای ثبت آواز و تنظیم برنامه‌ها مجهز گردانیده شدند. طرح و نمای بیرونه و داخل بینای نوی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه با دید و نگاه تازه و دیزاین زمانوی بنیاد آرا یافته است. از جمله انشاءات دارای راهروهای برهوا و زیبا بوده، در داخل آن لیفت هم نصب گردیده است. بنا دارای کتابخانه با مخزن بوی کتابی بوده، برای مطالعه در آن ادبیات بدیعی و صحوی دسترس است. همچنین انشاءات با تالار مجلسی با 100 جای نشست و آشخانه برهوا تامین بوده، حجره علایده نطاقان و حجره پردازگری تشکیل گردیده است و انشاءات با سیستم شرعی گرمیدهی پیوست میباشد. از آن که ورزش در برابر عامل حفظ سالمی بودنش همچنین وسیله زیبایی هم هست، در بینای نوی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه تالار ورزشی با تمام دستگاه‌های معاصر مشق و تمرین تشکیل گردیده است. در وقت‌های خولگی کارمندان امکانیت دارند که به خاطر پیشبرد طرز حیاتی سالم از تالار مذکور استفاده برند. همچنین با قامت افراختن بینای نو ماموریت مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه هدف دارند که در آینده شبکه رادیویی سفینه را افتتاح نموده برای شنوندگان نیز برنامه‌های جالب و خبر و گزارش‌های دقیق و سریع پیشنهاد نمایند. قابل به تذکر است که مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 22 آگوست سال 2005 تشکیل گردیده. 3 سپتامبر همان سال با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون اولین شبکه تلویزیونی دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با فعالیت آغاز نمود. افتتاح مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه قدم مهم برای پر نمودن فضای اطلاعاتی کشور بود و این شبکه
توانست در مدت کوتاه با دستور و راهنمایی‌های به‌واسطه سرور دولت موفق گردیده دایره تماشابینان خود را هم در داخل و هم در خارج وسع نماید. با دستگیری به‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بنیاد بر استفاده دادن بینای نو مؤسسه با بهترین و معاصرترین شرایط نمونه برجسته توجه و غمخوری رهبریت عالی سیاسی مملکت نسبت به ساحه بوده تحفه ارزنده و به‌بها برای ساکنان مملکت از جمله برای کارمندان مؤسسه به حساب می‌رود. با استفاده از شیشه و دیگر محصولات بلندصفت سبک ساختمانی آرا و زیبا دادن بنا جالب و دقت جلب کننده بوده در صحن حولی مؤسسه فواره‌های زیبا جایگیری می‌باشد. خصوصا شامگاهان انشاءات مذکور زیب و زینت دیگر دارد زیرا حدود آن با پراگی چراغان گردیده طرح زیبای آن معاصر و زمانوی می‌باشد. افتتاح بینای نو مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه سهم صاحبکاران وطنی بوده نتیجه عملی شوی نقش چهاربینی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می‌باشد. بینای نو مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه از جانب شرکت وطنی تگیم بنیاد گردیده با مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه تحفه کرده شد. بینای مذکور از جانب شرکت جمعیت سهامی شده تگیم بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی انشاءات مذکور را با استفاده زیاده از 95% محصولات ساختمان استحصال کارخانه‌های وطنی به انجام رسانیده شده است. ساختمان انشاءات مذکور در دوام 1.5 سال با جلب زیاده از 200 نفر متخصصان وطنی به انجام رسیده است. مؤسسه با نظرداشت طلبات ساحه تلویزیون بنیاد گردیده و به مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه تقدیم کرده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید مسئولین و کارمندان مؤسسه را وظیفه‌دار نمودند که امکانات مذکور را برای تهیه برنامه‌های جالب و دیدنی آماده‌کنی کادرهای بلند تخصص و جوابگو و طلبات‌های بین‌المللی رسانیدن خبر و گزارش‌های دقیق و سریع و ثبت و پیشنهاد مصاحبه و گزارش‌ها در موضوعهای روز همه‌جانبه و ثمرناک استفاده برده برای تبلیغ و معرفی فرهنگ و صنعت اصیل ملی و بالا برداشتن ذوق و سلیقه تماشابینان همه‌جانبه سعی و کوشش نمایند. بینای نوی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه واقعا هم بی‌نظیر است. با طرح خاص و مدرن و جوابگو به طلبات زمان معاصر ساخته به استفاده داده شد. حجره‌های زیبا و برهوای کاری و تکنیک درجه عالی ما کارمندان را وادار می‌کند که من بعد فعالیتمان را 10 چند پرزور نماییم. برای اینقدر غمخوری‌ها، کمک‌ها و دستگیری‌های به اندازه منتداری کل کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانیم. بینایی که الحال ما کار را شروع میکنیم کلا از صفت ساختمان هم فرق میکند، از صفت آرایش‌های صحنه هم فرق میکند و اکنون با باوری تام گفته میتوانیم که گروه فعال ایجادی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه در این بینای نوساخت، در این بینای زمانوی البته با یک قوه تازه، با یک نیروی تازه، با یک روحیه بولیده، یک روحیه ایجادی حتما برنامه هایی که البته برای بیننده ما لازم و ضروری و درکاری است، برای جامعه لازم و ضروری و درکاری است راه اندازی می سازند و همون شرط و شرایط هایی که واقعا در درجه اعلا در این ساختمان دیده می شود از اون استفاده می برند. افتتاح گردیدن بینای خوش‌طرح و زمانوی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه که واقعا جوابگوی تمام طلبات‌های ساحوی است، شرط و شرایط کار و فعالیت را باز هم مساعد و زمانوی نمود. برای چنین توجه و غمخواری و مهربانی به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری نموده وعده می‌دهیم که چنین امکاناتی فراهم آورده شده را برای بلند برداشتن صفت کار و فعالیت آماده سازی برنامه‌های جالب‌تر و رسانیدن خبر و گزارش‌های دقیق و سریع استفاده خواهیم کرد. عرض سپاس و منتداری خود را قبل از همه به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بنیاد چنین یک شرایط مساعد کار و فعالیت در بینای نوی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه رسانیدنی باید بگوییم که سازندگان این شبکه تلویزیونی از آغاز تحت راهنمایی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عمل کرده توانستند جهت تشکل تلویزیون معاصر در جمهوری تاجیکستان اساس گذارند و فعالیت تلویزیون سفینه همچون یک شبکه فرهنگی توانست بابت تولید دیگر رسانه‌های الکترونی اخبار در کشور ما زمینه مساعد فراهم آورد.
سفینه میوه صاحب استقلالی تاجیکستان است و ما روند دستاورد و رشد این مرحله را پیوسته احساس و درک می نماییم و این بنا نیز نشانه از آن است که راهبر دولت در برابر دیگر ساحه ها یعنی رشد تلویزیون ملی را در مد اول میگذارند و برای بنیاد واقعا هم به معنای تامش تلویزیون معاصر اظهار سپاس و منتداری می نماییم. ما جوانان دوران استقلال شکرگزار از آنیم که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای ما روزنامه‌نگاران فضای خوب و مساعد را فراهم آورده است تا ما بهر وطن و ملت خویش خدمت نماییم.